این یه نقاشی خیلی ساده بود که من همین الان با ماژیک رو کاغذ کشیدمش. حالا میخوام با استفاده از چت جی پی تی تبدیلش کنم به یه اثر دیجیتال. همراه ما باشید تا بهتون یاد بدم. سلام، من صدرام و اینجا نوراست. من امروز میخوام دقیقاً بهتون یاد بدم چه مراحلی رو باید طی کنیم که یه نقاشی خیلی ساده رو تبدیل کنیم به یه اثر دیجیتال جذاب که بشه ازش تو کارهای انیمیشن سازی، فتوشاپ یا حتی منتشر کردنش تو اینستا و استوری کردن استفاده کرد. من اول یه نمونه رو اینجا نشونتون میدم که چه خروجی گرفتم، بعد مرحله به مرحله با هم میریم و میگم که دقیقاً چه خلاقیتایی باید به خرج بدید تا بهترین نتیجه رو بگیرید. من عکس رو گرفتم، آپلود کردم اینجا و با پرامپت های مختلف نتیجه مختلف گرفتم. هیچ کدوم این نتیجه ها از نظرم بد نیستند و در نوع خودشون با توجه به پرامپتی که من دادم جذابیت های خودشون دارن. حالا بیاید من دقیقاً مرحله به مرحله توضیح بدم چیکار کنیم. اول باید عکس کارمون رو بگیریم، آپلودش کنیم و حالا وقتی وارد چت جی پی تی میشیم یه پرامپت باید بنویسیم. من اینجا الان نوشتم من میخوام یه نقاشی که رو کاغذ کشیدم برات بفرستم و اون تبدیل به یه اثر آبرنگی کنم مثلا. حالا هر نوع سبکی که میخواید و میتونید خودتون بهش بگید. اینجا من میگم آبرنگی. توجه کنید پرامپتی که می‌نویسید خیلی مهمه. من اینجا مثلا تاکید کردم بهش، میخوام بیشترین کیفیت و جزئیات داشته باشه. اینا اثرگذاره واقعا. حالا من این رو براش میفرستم و منتظر میمونم پرامپت رو بهم بده. بعد از اینکه پرامپت رو داد، من پرامپت رو کپی میکنم، عکس رو آپلود میکنم و زیر اون عکس این پرامپت رو هم می‌نویسم. این پرامپتیه که به من داده. میبینید چقدر مفصله. هیچ کسی اینقدر حوصله نداره که اینقدر پرامپت بنویسه، ولی چت جی پی تی خودش این کار میکنه. اینو من کپی میکنم و حالا میام اینجا براش یه عکس آپلود میکنم، همین عکسی که خودم گرفتم. خب من عکس دادم براش آپلود بشه، متنی هم که خود چت جی پی تی بهم داده بود و کپی میکنم و زیرش پیست میکنم. حالا منتظر میمونیم نتیجه رو ببینیم. من که انتظار دارم نتیجه خوبی بده، ولی حالا با هم نگاه میکنیم. تا این عکس برای من لود میشه من چند تا نکته رو بگم. با استفاده از چت جی پی تی و همین قابلیتایی که داره شما میتونید یه عکس رو آپ اسکیلش کنید. یعنی مثلا ابعاد عکس شما 1080 در 1080 اینو کنیدش مثلا 1920 در 1920. این تو کارهای گرافیکی و حتی تو آپلود کردن اینستا اینا خیلی کمک میکنه و مفیده. همون عکسی که من اون طرف نشونتون داده بودم و من اینجا دانلودش کردم و میبینید که واقعا با کیفیت و دیتیل داره. من اینو بعداً یک بار هم آپ اسکیلش کردم، یعنی گفتم ابعاد این عکس رو برای من بزرگ کن. الان این عکسی که اینجا میبینید حجمش تقریبا 2 مگ بود، از 2 مگ هم یه ذره بیشتر بود. حالا بیاید ببینیم این عکسی که برای ما ساخته چیه. من تاکید کردم نوشتن پرامپت خیلی مهمه. ویدیو قبلی ما درباره پرامپت انجینیرینگ که اونها میتونید ببینید که دقیقاً باید چه نکاتی رو رعایت کنید که بهترین پرامپت رو دریافت کنید. حالا منتظر میمونیم تا این عکس دانلود بشه من نشونتون بدم. این عکس من دانلود شد و الان نمونه رو دارید میبینید که دقیقاً خروجیش چیه و واقعا قابل قبوله. یعنی کاملا حس آبرنگی بودن رو بهم میده. حالا من میخوام همین کار رو انجام بدم، ولی بگم این دفعه به سبک نقاشی مدرن برام انجام بده، کار دیجیتالی. من منتظر میمونم و خروجی رو نشونتون میدم. باز هم من پرامپت رو از خود چت جی پی تی میگیرم، خودم نمینویسم، چون من هیچ وقت نمیتونم به این جزئیات پرامپت بنویسم. خیلی چیزا یادم میره. اینجا دقیقاً میاد دونه دونه نورپردازی ها رو، همه نکاتی که باید رعایت بشه رو هم میگه. پس باز هم من همین کارو میکنم. خب حالا من اومدم این دفعه یه پرامپت دیگه ازش خواستم. گفتم حالا یه پرامپت دیگه که به سبک نقاشی دیجیتال مدرن درست کنه. این پرامپت رو داد بهم، همینو کپی کردم و براش فرستادم. خروجیش هم میبینید کاملا متفاوت با قبل است، ولی دقیقاً مطابق چیزیه که من میخوام. یعنی شما باید چیزی که میخواید رو کامل توضیح بدید و بعدش انتظار داشته باشید که یه خروجی خوب بده. ما اینجا تو کانالمون درباره هوش مصنوعی، ابزارهای هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم. اگه خوشتون میاد که اطلاعاتتون در این زمینه بیشتر باشه، حتما کانال ما رو دنبال کنید، ویدیومون رو لایک کنید تا کانال ما رشد کنه، ما هم انگیزه بگیریم محتوای بهتری درست کنیم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظتون.